سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمت تمامی دوستان بیننده این ویدیو. امیدوارم که از ویدیو لذت کافی رو ببرید. یه سری توضیحات مختصر بخوام بهتون بدم راجع به ویدیوهایی که قرار در آینده داشته باشیم. ما در این روند پیش میریم که هفته یه دونه ویدیو در روز چهارشنبه و هر چقدر من پیشرفت کنم به قولی ویدیوهای بهتر و بیشتری میذارم براتون طی هفته. و عرضم به خدمتتون که نظرتون چیه؟ ویدیو بعد به قولی مافیا پلی بدیم یا بازی ترسناک دور؟ من میگم یه دونه ترسناک پلی دادیم، یه دونه مثلا به قولی یکی دو تا حداقل ویدیو معمولی بذاریم، ویدیو بعدی حالا ترسناک میذاریم، خنده دار مثلا میذاریم. حالا اون ترسناک هم خودمون سعی می‌کنیم یه جور براتون خنده دار بکنیم که به قولی لذت رو ازش ببرید. این ویدیویی که داره به قولی آپلود میشه یکم با تأخیر میاد به دلیل مشکلات خانوادگی که برام پیش اومده. و عرضم به خدمتتون که امیدوارم از ویدیو لذت کافی رو ببرین. بریم ویدیو رو شروع بکنیم که امیدوارم ویدیو قشنگی بشه. خب راستی بذارید بهتون میگم قرار ما چیکار کنیم. اومدیم ما داخل به قولی MTA، به قولی همون 5M خودمونه که حالا واسه سیستم‌های ضعیف‌تر تقریبا، ولی خب چون اینجا پلیر بیشتر ما اینجا مونیم. حالا اگه خودتون بخواد 5M هم پلی میدیم. عرضم به خدمتتون که اومدیم داخل یه سرور، بعد اسکین دختر برداشتم. میخوام این واکنش مردم راجع به اینکه اسکین دختر برداشتیم چیه، به قولی حوالا رو دریابیم و به قولی ویدیو رو براتون بگیرم که امیدوارم پر انرژی و خنده باشه که تأثیر خوبی روی شما داشته باشه. حالا اینجا شروع کنیم از این موتور خیلی زیبا داخل سرور شروع میکنیم که به به افتاد پایین. دو رفت حالا منطقیه. خب بریم داخل شهر چه خبره. حالا ما میریم اون کنار وای میستیم ببینیم کیا میان. آنا کن یکیشون، این یکیشونه. بذار بریم صدا سگ در میاره. دو صدا سگم بلدی در بیاری. صدا نگاه کن ببین چند نفر حاجی جمع شدن دورمون. یه بار دیگه بفرستیم صدا سگم. خدایا با کیا شدیم 80 میلیون نفر. خدا شاهده اینو نگاه کن. نگاه کن استغفر الله ربی و الله. نگاه کن حول سگ بدبخت. نگاه کن. آلومینیوم میخوای؟ بذار بیایم این ور ببینیم بازم دنبالمون میان یا نه. خب بذار ببینیم اینجا چقدر. بذار ببینیم ماشین یکیشونو میتونیم بزنیم به چاک. نگاه کن. عجب نگاه کن. حاجی واتفاک چی کار دارید میکنید با خودتون؟ اوه آروم باشید. گواهی خدایا نگاه کن چقدر ما بیشعور داریم ما اینجا. نگاه کن یه حول رو ببین، حول سگ. هرچه حول سگ بچه ریخته جون چه دافی. شبی چند؟ خانم شبی چند؟ از مامانت بپرس شبی چند بیناموس. یاور حاجی پشماشون ریخ. خوبی؟ حاجی لندو ببینا. او این درش بازه حاجی. به به لندکروز اولا باشه. لندکروز تو دزدیدم. خب بریم اول یه جا اسپری بزنیمش. نه ترکی نه بوده چه ماشینه ولی سسکی و خفنی حاجی. حاجی خدا کنه فقط ما گرفتم اینا چیزم نکنم. دیدی چی شو؟
اوه چراغاشو ببین حاجی چه خوشگله بیشرف. اوه آقا داف لنکروز سوار باشه. بریم اینجا پوزشو بیاریم. ناکن بچه گفتم داخل سیف زون به قولی سرعت کم را میره یعنی اینجوری. اینم زیر میکنیم. کرممون رو ریختیم. به هر حال اوشه حیوان وحشی با اون ماشین تخماتیکه میمان. حضرت باشه با حضرت میخوای در بیفتی تو کون گلابی. به اینجا ببینم بچه قرتی. ایهیهی پستم درموز دستی میگیره. به اینجا رو ایهیهی به به. ناکو سریع هم دود میکنه. پدر سگ میگه چند تا جا من زدم تو رو. واه دیدی چه مویرت کردم باش. پشمام ریخ حاجی. این دنبالم فکر کنم. بذار ببینم. این داره میتره که خب این بیناموس هم میخواد بیاد ماشین ما رو بدوزه ولی رکب خوردی بیبی. رکب خوردن چه حالی داره. آره آره قلب. اوی بیناموس اوه اینجا چه آخ مسخره بازی. 60 ساله اینجا بیشتر نمیره. پلش بازی ها چی آخه. این کونگلابی رو بزنم گیر لنگش. در رفتم. اینو بزنیم. اوه ای بابا مردم. بابا این چه مسخره باز. لنکروز من با یه دونه ضربه میتره که مسخره. خب ببینیم. اسرائیل این همون بیناموسه که پسر بود داشت میلیسی دا چاقال. درش قفل. این 206 یا ابوالفضل چه خبره دانه خانم محترم. ببینیم چی میگه. جان شما یه سوال بدون هیچ غرض و هیچ تعارض میخوام از شما بپرسم. شما کارتون شنل قرمزی رو دیدی؟ کارتون شنل خب بعد این یارو بزر یادت این بازی بود توش آهنگ میکن؟ نه بده الان بزر واسه شما صبر کن یه لحظه. آها داداش میذاری ازت دزدی کنم پول میخوام. جمعی رفته بودی کوهستون همراه ما شیره بودای پاکت بنستون ما بین راین خماری عجب چاری آورد الهایی که خیر نبینه گشته بودم قدم راست زدم را بودم لیسرات زده دادی بزاره چقدر هیرونی بندازه بقدر ناز نفست قناری تریاکای خریدم رسم اون قبلایی که بریدم خماری دفای جون رسیدم راز دلم را گفتم اینو جواب شنفتم دمو دادی پسر چقدر هیرونی اگه حالا آویزون شدی با قفونی آرزو داشتم نازه نفست قناری حتی این آموسو ببینم بگیرینش ماتیش کنیم. دیوسا رو نگاه کن باشی. من واقعا اینجا دارم احساس ناامنی میکنم از دست این دیوسا. بگیرین ماتیش کنین ایتون نمیشه.
حالا وای حاجی این بی‌ناموسه چیکار دارم میکنم؟ منطقیه. حاجی اینا خیلی سگن حاجی یهو مایک بگیرم پشماشون بریزه. اللهم صل علی محمد. آل پارمیدا آل این ابولیو. بابا من پسرم بیا برو پی زندگیت. رکب خوردی. با تو هم میندازم اگه بخوای دا مهره کن سر 50 که میندازی بیا بندازیم. بسم الله. لوازمیه محمد لوازمیه لوازمیه فود. I am the او حاجی ماشینشو زدم. ماشینشو زدم. ماشینشو زدم. خب بچه ها به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت کافی رو از این ویدیو برده باشید و عرضم به خدمتتون که یه پرانتز من براتون باز بکنم این وسط. بچه ها ویدیو اول من واقعا بازخورد خیلی خوبی داشت و واقعا ازتون متشکرم بابت 102 تا ویو تا به امروز که من دیدم. واقعا ازتون تشکر میکنم بچه ها. فقط لایک هم بکنید دیگه، نسبتا به 102 تا ویو 3 تا لایک واقعا کمه. و عرضم به خدمتتون که اگه وی پی اناتون جواب نمیده داخل چنل تلگرام من یه وی پی ان خوب میذارم براتون که ازش استفاده کنید و لذت کافی رو ازش ببرید. خب وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که واقعا لذت برده باشید از این ویدیو. واقعا چون واسه مهمه که ویدیوهای خوب و جذابی براتون بسازم و لذتش رو ببرید و خستگی از تنتون در بیاد. خب بچه ها مرسی که تا اینجا همکار ما بودید و تا اینجا ویدیو رو دیدید. پیس.